BMW مشتری از اون آورده به خاطر سفتی فرمون. ایراد این ماشین از پمپ هیدرولیکشه. حالا دادیم اوستامیت بازش کنه ببینیم مشکلش چیه رفعش کنیمش. ببین چه بلایی سرش اومد. داداش این پمپ هیدرولیک جای بازش کرده بود یاره. داداش من اینو چند روز پیش تو تهران پاس کردم سرم یه روغن ریزی ساده 5 تومن پول دادم 1 ساعت نکشید ماشین یهو فرمونم شد سفت. اون بنده خدایی که این پمپ هیدرولیکو جمعش کرده این روتورا تک طرفه، یه سمت نرمه یه سمتش تیزه، برداشته حواسش هم سمت تیزش رو انداخته گیر کرده به سیلن یا همون کاتریج، روتور شکسته رفته داخل. بیا اینجا کارو بگید این روتورا دونه دونه شکسته. وقتی یه تجربه ندارین کاری انجام ندادین این کار انجام ندین مثل 206 و پمپای دیگه نیستش که جفت سم یکی باشه. بعدش این شکسته رفته لای روتور گیر کرده زده شفتم شکونده. این همچین داستانایی هست دیگه. این کارا باید دقت کنیم، با ریزه‌کاری باید انجام بدیم. پمپ ساده ولی باید ریزه‌کاریاش انجام بدیم. الکی اینجوری پول نگیریم.